یادته گفتی من از خدام فقط یه روز خالی داشته باشم تو برنامه‌ام؟ خب ما یه روز خالی کردیم برات. چی شد؟ با یه پروژه جدید، یه کاری که اصلا لازم نبوده انجامش بدی پرش کردی. تو میدونی که به یه روز خالی نیاز داری، درسته؟ اما روز خالی توی تقویمت بهت آرامش نمیده، برعکس بهت اضطراب میده. چرا؟ چون تو سالها ارزشت رو داری از کار کردن و مشغول بودن میگیری. برای همین وقتی یه روز خالی باشه، قرار باشه هیچ کاری نکنی، میری میگردی یه کاری پیدا کنی که باز حس کنی مفیدی. چون من فقط زمانی ارزشمندم و مفیدم که کاری برای انجام دادن داشته باشم. چون استراحت کردن رو به معنی هیچ کاری نکردن و صرفا برای خودت بودن رو عادت نداری بهش. این سوالمو جواب بده. اگه واقعا یه روز قرار باشه هیچ کاری نکنی، میتونی تحمل کنی اون روزو؟ اگه نه چرا؟ چون تا وقتی که جواب این سوالو ندی، ما هر چقدر برنامه‌ریزی کنیم فیل میشه.